به به به، سلام عرض میکنم خدمت همراهان گرامی و مخاطبین رسانه استریم ایرانی یا همون ایرانیان استریم. خیلی خوشحالم از اینکه در خدمتتونم و واقعا افتخار میکنم به اینکه تونستم بالاخره یک تایم پیدا کنم و بتونم یک فعالیتی داخل حوزه استریمینگ ایران انجام بدم. استریم ایرانی که همینطور که الان تو چنل، حالا تو اینستاگرام یا هر جایی که میبینید یوتیوب دارید مشاهده میکنید، یک سری کارها قراره انجام بده و یک سری فعالیت‌ها قراره انجام بده. این فعالیت‌ها چیا هستن؟ از جمله حالا بخوام بهتون بگم به ترتیب بریم جلو، شورت ویدیو اینستاگرام هستش که هم میتونه خنده‌دار باشه، هم فان باشه، هم غمگین و ناراحت کننده باشه. خلاصه استریم ها یا استریمرها باشه و قراره چند تا ویدیو بریم جلو. مخاطبا که اومدن بیشتر که شدین، کاری که قراره انجام بدیم اینه که همش نظرسنجی میکنیم. یعنی افرادی که رای میدن و ما رای گیری میکنیم، 51% به اون موضوع رای داده شد توسط شما عزیزان، کاملا ما اونو در نظر میگیریم و انجام میدیم. مثلا فلان استریمر رو 51% از مخاطبین میگن آقا در موردش نذارید، ویدیو دوست نداریم ببینیم، ما هم نمیذاریم. و قراره تو این کامیونیتی هم چه اتفاقی بیفته و تلاش و سعیمون بر اینه که تو استریم ایرانی کاری انجام بدیم و یک رسانه استریمینگ باشیم که موندگار توی سالهای آینده بتونیم همراهیتون کنیم و قراره یک تیم بزرگی بشه توی حوزه رسانه و استریمینگ ایران. برای همین خیلی نیازمند این هستم که همراهیتون رو ببینم، خیلی نیازمند این هستم که کمک کنید بهم، حمایت کنید و من اگر حمایت‌های شما رو ببینم همه کار میکنم. صرفا این چنل یوتیوبی که دارید مشاهده میکنید برای خلاصه استریم نیستش، برای کارهای دیگه هم ایجاد شده و قرار ما فعالیت خیلی گسترده تو حوزه استریمینگ داشته باشیم با کمک استریمرهای خوب کشور در آینده. و اگر مردم لطف کنن، دوست داشته باشن، حمایت کنن از ما، قطعا این کار به نتیجه میرسه و هر ایده و هر چیزی که توی ذهنمه که اومدم این فعالیت رو شروع کنم انجام میشه و مطمئن باشید که اونجاست که تازه حرف من و قولی که بهتون الان دارم میدم به نتیجه به ثمر میرسه و هم من خوشحال میشم، هم مخاطبینم خوشحال میشن. برای همین ممنون میشم اگر ویدیوها رو میبینید حمایت کنید حتما و لایک، کامنت، سابسکرایب، نظرتون رو حتما بهم بگید داخل کامنت ها که بدونم آیا ادامه فعالیتی داشته باشیم یا نه، اصلا ویدیوها خوبه یا نه. ما تازه داریم شروع میکنیم و یک روند صعودی باید داشته باشیم و این کمک شماست به ما که به ما نظر بدید، به ما ایده بدید و بگید که چیکار کنیم، چه کاری انجام ندیم. برای همین یادتون نره کامنت از همه چی برای ما الان فعلا واجب تره. و کارهای دیگه که قراره بکنیم کلا پوشش خبری حوزه استریم، چنل تلگرام، چنل یوتیوب و اینستاگرام، این سه تا فعلا در حال حاضر دارن کار میکنن و داخل اینستاگرام که شورت ویدیوها رو گفتم میذاریم، همون ریلز اینستاگرام، داخل یوتیوب هم شورت هم ویدیوهای لانگ فعلا و داخل چنل تلگرام هم موارد خبری رو بهتون اعلام میکنیم. زیاد حرف نمیزنم، بریم سراغ اولین ویدیو. امیدوارم که لذت ببرید، هر چی هم که بود بهم بگید دیگه. همین، فعلا بریم سراغ ادامه ویدیو. دمتون گرم که همراهی میکنید. من یه سوالی هستن، یه بحث میخوام باهاتون بکنم. آقا تا کی میخواید به خودتون اجازه بدید راجع به بدن آدما، راجع به قیافه آدما، راجع به ظاهری که واسه خودشون انتخاب کردن نظر بدید؟ تتو دارم، پوست خودمه. گوشواره دارم، گوش خودمه. عینکی هم چش خودمه. موام کیریه، مو خودمه. مگه حتما باید نظری بدید یا باید چیزی بگید؟ نه آقا، خانم غزاله ببخشید، نه، چون من تتو دارم آدم بد و گنگیم، چون من گوشواره دارم چونیم و چون موام فر و عینکی هم کسخلم دیگه. میدونه نظر یه سری آدم هست دیگه، نگاه میکنم نظرشون هم محترمه، قربونشون برم. من از نظر منم اینجور آدمایی که راجب اینجور آدم همچین نظر میدن مادر جندن. نظر منه، مگه نه؟ مگه شما نظر نمیدید؟ غیر از اینه منم نظرم اینه. حالا تو میتونی کاریش کنی؟ نه. من میتونم کاریش بکنم؟ نه. منم نمیتونم راجع به نظری که راجع به میدی کاری بکنم، پس تو هم نمیتونی کاری راجع به نظری که من دارم راجع به تو میدم بکنی. میبینید چقدر بده؟ خیلی بده. آقا نازل نشده که حتما بر راجع به آدمو نظر بدید. به تو چه جاکش من گوشواره دارم، به تو چه کسکش من تتو دارم، به تو چه اصلا من لاغر کردم کیری شدم. بسته دیگه بابا، سردر این مجازی من ریدم که هر کسکش صاحبی به خودش اجازه میده بیاد هر جوری دوست داره راجع به آدمو قضاوت بکنه و گو بخوره. ببخشید اینقدر روک دارم صحبت میکنم، ولی غیر از حقیقت اگه چیز دیگه ای هست همین الان توف کنید تو چت به من. دورت بگیرم آقای OPQ یاسین،
من روی صحبتم با شما نیست تا دور سرت بگردم. تازگی‌ها پر شده، باب شده، مردم به خودشون اجازه میدن تو مجازی هر جور دوست دارن رفتار بکنن، هر نظری دلشون میخواد راجع به هر کسی که هست بدن. خب این کار واقعا بد و کیریه. ما آدمی هستیم که نظر اینجور آدما که منفیه به تخممون میگیریم. یا سری‌ها هستن این نظرها ناراحتشون میکنه و تاثیر بسیار منفی رو زندگیاشون میذاره. یه سری‌ها هستن که همچین حرفایی تو کامنتاشون یا تو دایرکتاشون باعث میشه حالشون از خودشون به هم بخوره و رفته باعث افسردگیشون بشه و رفته خیلی اتفاقای بدتری بر خودش بیفته، خودکشی بکنه. گوش بده. زاینده رودیم خوشی مثل دریاچه ارومیه بارون ببار به شور ببر هرچی آلودگیه خاک و غبار رسید به من از حق همسایگیه ببار بارون مثل عشقای ما ببار تو تا نکن با ما مثل این روزگار تو ببار بارون ببار حالمون مثل تالاب انزلیه زاینده رودیم خوشی مثل دریاچه ارومیه فرشاد امشب پنجشنبه است. اونی که دوستش دارن امشب پیچیدتشون. همه نشستن تو خونه حال خراب به این فکر کنه که کجاست، الان کجاست. بعد که میگه الان کجاست یه آهنگی پلی میشه. آهنگه چیه؟ آهنگه اینه من سالت بد منتظرم آخ 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 تو روز بارونی برم پاییزم هست چونت داره پاره میشه. وای 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 پنجشنبه و پاییز وای همه رفتن تو رو تنها گذاشتن، تمام رفیقات دوستات. پنجشنبه شب چونت داره پاره میشه. فردا جمعه ظهر جمعه تخمی. آخ 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 بعد الهی که بعد من دین و میمونت سمت کفر نره. عربده میزنی برو بذار بگاه برم. منو بلکن با شبم تاریک اما چقدر آزاد و رها بذار من از یاد تو درام رفتنی باید بره تو نکن گریه برام درد زیاد تا که فهمیدم خودمو هیچ موقع به کم ندم. چقدر رد شدم از گشنگی و سیر از همه. من خسته چه بر و بازویی به هم زدم. اگه خیلی عاشقی همیشه یه جق بزن بعدش متوجه میشه که خیلی هم عاشق نبودی. خب بی ادب این چه حرفیه؟ این برای چیزه چت، برای اینکه حالتون خوب شه. ربطی شبیه همونی
چشم تو که چراغ و خاموش کرد پادشاه تاجشو فراموش کرد گرگو میشه نگاه تو توفان لب بوسه خواه تو بودنت اصلا موزیک جدید هم چطوره خوبه؟ دهنه سیز بیاد کی دو به باز کامل کاش میشد تا فراموش کرد آتیش تنت تا خاموش منم بد نیستم و کاش میشد کام پاکش کرد هرچی از تو موند و خاکش کرد تا که روحت گلشت بکر واسه تنت ذکر بشمات دریا آبی باحاله کریه رو سویچ کن باشه خیلی طبیعی نیست ای خیلی طبیعیه. آره هاشی گرابی خواب رفت سازو بلگو یا بسازی این خاک این ساک هم باحاله این ساک بسازی خیلی خفنه حاجی قشنگ ترک کامل بستم انگار خوش نشینم باید آخوست سره جانم باید آخوست سره ای خمومی ای خمومی جا خمون از لاتیس ترک جدیدم خوبه؟ جانم جای خمون از کجا کیسه نخمه سیت بگوزم سنگ باشویش تنم ساعت هم کردم کم زد اصلا الان تو بابا چیه باشی کنید میکنی آخه چرا دونش میکنی بابا الان چرا دونش جان دونش نشونی چرا دونش نشونی چرا دونش الان 3 تومنش رو ایمید میخوره نمیفهمی توپل نفهمه یه ماه دیگه این پولو به من میده من الان لنگم گوشیم رژیستر نیست بابا بزن به کارتم بقیش بدم به کارت میزدی به کارتم من برات اسمتو پخش میکردم رو استری میگفتم پیمان 20 تومن دونیتم کرد پیمان خراب بیده پیمان خرابه پیمان 20 میلیون چه خبرته پیمان 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 مرسی برای 20 تومن دونیتت پیمان ما میخوایم ببینیم که توی مقایسه آماری عملکرد یک سال 2019 توییچ فارسی که دقیقا همون سالی بود که از سال بعدش حالا 100% کرونا و 1000 تا عامل دیگه هم تاثیر داشته ولی قبل فیلترینگ بود با الان کیک فارسی چه شباهت‌ها و چه تفاوتایی داره و اینکه میشه به آینده کیک امیدوار بود بدون عواملی که توش دخل و تصرف نداریم. بریم حالا یه دلیلم داره واسه این کار که آخر کار میرم. خب استریمر سال 2019 استریمر من به نظرم که بذارید توی استریمرها با امیر فانتوم شروع کنیم.
آقا ببین اصلا من دلیلی که من اصلا این بحث آماری رو به یه دلیلی گذاشتم. ببین ما یه داستانی داریم سر کیک. سال 2019 اعداد و ارقامی که می‌بینید در شرایطیه که تویچ فیلتر نیست. در شرایطیه که تو آرش مدون الان استریم نمی‌کنه. الکسا الان فقط کیک استریم نمی‌کنه. ببینید آقا یه لحظه گوش بدید. آقا یه دقیقه اسم نبرید تو چت 20 صاحب اسم نبرید، من شرایط رو توضیح بدم بعد اسم ببرید. دوستان عزیز سال 2009 کسایی که اینجا قرار میدیم 2019 باید استریم کنن، الان باید فقط کیک استریم کنن. الیرکسا یوتیوب و کیک با همه، یا یوتیوب و کیک و توییچ مثلا امیرعلی اعتنال با همه. بعد اینا قسمت اعظم مخاطبشون مثلا تو یوتیوبه، مثلا الیرکسا که قسمت اعظم مخاطبش تو یوتیوبه و صرفا تو کیک استریم نکرده آمارش کسپرت در میاد. یا یه سری ها اصلا 2019 استریمر نبودن، وجود خارجی نداشتن به عنوان استریمر، مثلا سایه 2019 نبوده، سام صابری 2019 نبوده. خب یه سری هم اون تایم بودن الان نیستن. اوکی تویچ بنفشیه که رنگ بنفشیه که فیلترینگ نیست، تازه داره ماهیت جدیدش رو میگیره. سرویسی مثل سرویس ریمیت به صورت مستقل ایجاد شده، هنوز سورنا گیمز نخریده و حالا وسطاش میخره ها، ولی به این شکل نیست. پس فیلتر نیست، این مسئله خیلی مهمه ها، فیلتری نیست. تازه داره فضا استریمینگ فارسی توی تویچ شکل میگیره، کلی آدم میان، اتفاقات عجیب و غریبی داریم مثل اولین تویچ پارتنرهای فارسی زبون که تو سال 2019 میبینیمشون. آر پی در واقع جی تی ای کانتنتش سال 2019 اضافه میشه به صورت جدی. ورایتی استریمینگی که من 2018 شروع میکنم و مثلا نداریم همچین مدل استریمی، سال 2019 استریمرهای متعددی وارد این کاتگوری میشن. سال 2019 یعنی یک کاتگوری جدید جدی اضافه میشه به این کاتگوری و خیلی میان. اولین اسپانسری های خارجیمون توی سال 2019 اتفاق میافتن. اولیش توی ایام عید سال 2019 که منم و آریاست و فرشاد سایلنت سر بازی استیت آف دیکی، بعدش من و فرشادیم سر بازی رید شادو لجند. خب بعدش خیلی از استریمرها سر رید شادو لجند اسپانسری میگیرن. اولین باری که خارجی ها با فضای استریمینگ فارسی ارتباط میگیرن برای همکاری و اسپانسری. خیلی سال 2019 اتفاقات زیادی میفته. سال 2019 اولین سالیه که ایونت های گیمی رو بچه‌ها شروع میکنن کاور کردن. تو سال 2018 فقط من ایونت کاور میکردم، 2019 بچه‌های دیگه هم میان، فقط منو تو کاورای گیم اواردز و اینا نمیشه، کاورای مثلا مراسم‌های فورتنایت و امثال هم میان کاور میکنن. البته تو 2018 به جز من آروین شو و فرشاد سایلنت دریم هک هم کاور کرده بودن یه بار اگه اشتباه نکنم. ولی 2019 سالیه که خیلی از کانتنت ها اضافه میشه. امیر ایزد اوریجش 95 الان 431 917 ساعت اینور 88 در 12 کنید تقریبا همین مقدار ساعت استریم می‌کرده. پیک 469 اون موقع الان 1662 تو فیلترینگ. ببینید چقدر حالا شهرت و شناسایی و اینا تاثیر داشته، ولی بحثم یوزریه که الان به واسطه همین کاتالیزور شهرت داره اضافه میشه و میاد. و جالب اینه که توی یک سال امیر ایزد 10600 تا فالوور گرفته تو توییچ 2019. الان توی یه ماه 11067 تا. خیلی ها توی یک سال 10k بگیری اینور 11 تو شرایط بدون فیلتر. ببین چقدر مثلا الان پتانسیل رشد داریم تو کیک. شما متاسفانه با این قضیه روبروید. ببین چرا میکروفون خاموش کردم. ببین اینجا همه کیکن ها. خب شما میای پایین، میای پایین. الان حسن 100 پویزن دوتا چرا هنوز داره توییچ استریم میکنه با 47 نفر؟ همین حسن 100 پویزن بلند شه بیاد کیک 47ش میشه 147 تا. قشنگ مطمئنا 100 تا ویو نداره. اونور فرهاد ایکسن توییچ کنون کسخالی دیگه استریم میکنه. این اصلا نمیدونم الناس هاب کیه. چرا باید توییچ استریم کنی؟ مثلا الیرکسا نگاه کن، الان کیک توییچ یوتیوب لایوه. کیک و توییچش رو هم. ببین توییچ کیک 29 توییچ 4 حاجی توییچ هنو ببند. علی به راحتی با 2 تا ایمیل میتونه کیک پارتنر بشه. من نمیگم باش حرف بزنم، باش حرف نزدم دروغ چرا. میای پایین کیک توییچ با 15 نفر. آقا شما 15 نفر باشو یه کیک تاج میشه 5 نفر روز اوله میکنه میاد بالا. و اصلا نمیفهمم چرا هنوز یه سری چپیدن توی توییچ یا همزمان این لایف پیج قدیمیه از 600000 سال پیش توییچه. حتما فکر کنم 3-4 سال بزرگتره. الان من نمیفهمم مجموعاً 4 نفر 2 نفر کیک 2 نفر توییچ چرا؟ ببندی انو بیا فقط کیک استریم کن. همون 2 نفر بالا میشن میان اینور دیگه. آدمی که 2 تا ویو داری میشینی تو رو میبینه 100 کیک هم میبینتت. و کاش بچه‌ها دل بکنن از توییچ و یوتیوب و فقط میان کیک استریم بکنن. چون قضیه مثل موشک و پوشک و اینجور چیزا که واسه یوتیوب هم ست میکنه فرقی نمیکنه که. کیک الان رو پروسه جامپه. من نمیدونم چه جوری باید این مسئله رو توضیح بدم. علی شنبه دوباره میری شمال؟ بله متاسفانه خستم، ولی وقتی محتواشو دوست دارید چرا نکنم آقا. فقط یه گلگی دارم ازتون خدایی.
خیلی از دست کامیونیتی یوتیوب فارسی ناراحتم و میخوام بگم به غیر از مخاطبای خودم، مخاطبای پر و پا قرص خودم، اونایی که فنم هستن، به غیر از اونا میخوام بگم که واقعا لیاقت، شاید هم سلیقه، نمیدونم حرف قشنگی نیست، ولی قلبم درد میگیره وقتی میبینم مقایسه جیگر ارزون و جیگر گرون ویوش 30 برابر ویو کمپ صامت حرفه‌ای با کیفیت و صدا برداری خداه. قلبم میشکنه. خواستم اینو بهتون میگم، منو نگاه نکنید، من به تولید محتوا با همین کیفیتم ادامه میدم و خواهم داد و همچنان هم گفتم این ویو واسه من مهم نیست. فقط خواستم بهتون بگم که چرا انقدر سطح لول کانتنت کریتوری یوتیوب فارسی داره میاد پایین. به خاطر سلیقه مخاطباشه که داره انقدر میاد پایین و الا یوتیوبرها دوست دارن کار با کیفیت بالا هم بدن. شخص بیگزمو رو ول کنید و من ادامه میدم با همین کیفیت. ویو هم واسه مهم نیست، هر چقدر میخواد اصلا بره زیر 10k هم برای من مهم نیست. من باز این کیفیت رو حتی شده واسه رزومه کاری خودم که بگم من کمپر همچین کیفیت کاری هم ادامه میدم، این کارو میکنم. ولی اگه دیدید یوتیوبرای دیگه همچین کیفیت کاری بیرون نمیدن، همچین محتوایی بیرون نمیدن، بدونید به خاطر سلیقه های بیننده یوتیوب فارسی که به شدت اومده به سمت پایین و انگاری تو همین لول قفل شده، توقع مخاطب نرفته بالا، توقع مخاطب به یه نقطه رسیده، همینجا پاس شده، به سمت بالا نمیره، نمیاد به اون کانتنت که توش به یه محتوا جدید بده، یه محتوا تمیز بده، یه محتوای خوش رنگ و لعاب خوش ادیت بده، یه ویدیو خوش کیفیت بده. میدونی خواستم بگم که یکی از دلایلش این که یوتیوبرای دیگه همچین کاری نمیکنن، مثلا من نگاه گفتم من فرق دارم، من دوست دارم خودم واسه رزومه خودم هم شده اصلا به عنوان یه آلبوم خاطراتی که 10 سال دیگه خواستم چیزی نشون بدم، بدونم یوتیوب رو واکنم سرچ کنم بیگزمو که هست ویدیو میخوام داشته باشم. خب داداش تو یکی از کل ویدیوهایی که درستگری خوب بوده به نظرم حق نری شاکی باشی. مثلا ویدیو تخفیف گرفتیم چی بود خوده؟ من شاکی نیستم داداش گل من، بعد من یه دونه ویدیو درست نکردم. تو خودت همون بیننده هایی، خودت همون بیننده هایی هستی که دنبال ویدیو چرت و پرت. تو چطوری اومدی ویدیو تخفیف گرفتیم و به خاطر اون تامنیلش باز کردی و نگاه کردی، ولی ویدیویی که راجع به کمپ بوده و ترتمیز بوده وا نکردی ببینی و تازه فکر کردی من فقط همین یه دونه ویدیو ترتمیز دارم. پسر خوب من یه ویدیو دارم بابتش 800 میلیون تومان هزینه کردم، 800 میلیون تومان، ولی حتی 100k هم ویو نخورده و یه سریال سینمایی با کیفیت سینمایی از همه فیلم ما و سریال‌های ایرانیمون با کیفیت تر، نمیگم پر محتوا تر، با کیفیت تر دادم بیرون، تو حتی ندیدی اونا. من فقط همین یه دونه کار تمیز دارم. یه مدل دیگه همین ویدیوی کمپو دارم که تو زمستون ساختم، اونم خیلی لول بالایی داره. فیلم سینمایی که چند سال پیش ساختم. من این ویدیوها زیاد دارم پسر خوب، اینجوری نگو. به من نگو کار خوب نداری، من خیلی کارهای خوب دارم تو یوتیوبم، دیده نشده همونطوری که شما ندیدی. بله ویدیو تخفیف گرفتیم، واقعا ویدیوی مزخرفی من ساختم. چرا همچین ویدیویی ساختم؟ ذائقه یوتیوب فارسی. داداش به نظر من تو بیننده خوبی هستی که به اون ویدیو میگی چرت و پرت، واقعا اون ویدیو چرت و پرته، من طرفداری اون ویدیومو نمیکنم، ولی وقتی اون ویدیو رو میسازم درآمد منو تامین میکنه، ویدیو خوبشو میگیره، چرا نسازم؟ اگر ویدیوی با کیفیت و ترتمیز دارم میسازم، اون به خاطر مخاطبای خودم، به خاطر فن بیس های خودم. من که 100,000 تا فن بیس ندارم، درسته آره 10,000 تا 20,000 تا فن بیس رو دارم، 100,000 تا ندارم. من کاملا با تو موافقم. خب رسیدیم به اواسط ویدیو و اونم یه یادآوری بهتون میکنم که لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره که باعث دلگرمی ماه و باعث میشه که ادامه فعالیت‌ها رو قوی‌تر داشته باشیم. ممنون میشم از اینکه لایک کنین ویدیو رو و کامنت هم بذارید و نظر خودتون بهمون اعلام کنین. میشه غم تو چشام اشکی نمونده که بریزم برای تو، خب منم گاهی خندم برمونم واسه لاپای تو. اگه گل بودم حالا شب و روز خارم بدون تو. برو فرشاد عاشقتم. تو الا مصب کونی رو دیگه دوست ندارم. شب و روز خارم بدون تو الا مصب کونی رو.
اصلا جان خوش اومدی قربون برم. پر درد پر قصه پر لج. حاجی واقعا به قرآن مجید جدی میگم جای امیر تتلو واقعا تو زندان نیست حاجی. حاجی یارو واقعا بد اسطوره است. واقعا حاجی خیلی بد اسطوره است یارو. واقعا جدی حاجی خیلی کونم میسوزه این تو زندانه، به خدا جدی میگم. حالا بد میشه این تو زندانه. دکتر خیلی مسکت توش بود، دکتر داره خوابم میبره. داداش نمیدونم چی بهم زده، جدی چشام با خایمالی بازه، چشام سنگین، پلکا سنگین. گفت اینو بهت بزنم میخوابی؟ گفتم من چغرتر از این حرفام، ببین من نمیخوابم، عمرن بخوابم رو این دارو، عمرن به دارو ابیوزم قوی تر باشه به ابوالفضل. 2 hours later. جونم بیما. آره وای 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 نه چرا بیا پیشم؟ نه خارشو گاییدم، خوابیدم حاجی، خوابیدم پشمام. نه دمت گرم وای خایام. ببین من یه جمله رو بگم. ساسان میگم سام صابری، چون ازم پرسید این بازی رو بازی کنم. این استایلی که کوروش بازی میکنه در دست میزنی بازی رو میذاری کنار. خب آره حالا چرا دلیلش چیه؟ منو تخریب میکنی این وسط؟ چون کس زیاد میگی. ببین این بازی فرصتی گیر آورده، اجازه بدیم هاشم خالیشه. این بازی نه کسکش خالیشه که کوروش تو میری گیم منو کیرت هم حساب نمیکنی، ولی من هر دفعه میرم به تو ان میگم. الان من چیکار کردم که کوروش خفه شده دارم گو میخورم. حاجی تخم کفتر خوردی چقدر حرف میزنی؟ سام این مدل کیریه. این بازی کنی 2 دست بازی میکنی میگی چه بازی کس شریه، هی میریم تق تق تیر میزنیم برمیگردیم. خب مدل درست اکستراکشن شوتر هم بازی کنی که آدم اول میره یه جایی لوت میکنه، درست حسابی در میاره، سعی میکنه درگیر نشه، لول اپ میشی. حالا این دست خودته. ببین سی آف تیپس خیلی میان تو بازیش یه دور بازی میکنن میرن. دلیلش اینه که بازیایی که موبا استایلن قصه تو مهمه، یعنی راوی بازی تویی، بازی قصه بهت نمیده، میگه سام تو چه جوری قصه درست میکنی تو بازی. الان تمام قصه هایی که درست کردی رو بهش نگاه کن، حالا کلی قصه دیگه هم میتونی درست کنی. هاشم هم ما هم مخاطب میدونن تو کی هستی و میدونن هاشم خیلی بلده. نه اصلا ربطی به این. آقا من کیرم تو اصول روانشناسی کوروش. او کسکشی که گفت تو روانشناسی رو گاییدم. الان مثلا میخواد بگه من گیمو خیلی بلدم. شما الانم یه اینجوره ژانر هزرسن سال 1796 که اولین بنیادهای گیم را نهاد. من اشتباه کردم کوروشان. کوروش به والله سام به من گفت هاشم این بازی باحاله بریم، منم گفتم بریم. خب منم میخوام این آدم یه بازی رو گرفته بفهمه. یه گویی خوردم به تو گفتم بیا دیگه نمیگم. اینه که تو فکر میکنی سم نمیفهمه، به خدا میفهمه. آقا به خودش زبون اونی مگه اگه بخواد میگه بهم. بابا کشر روش نشه الان به تو بگم. وای چه گیری، چه گویی خوردیم گفتیم بیا بریم بازی کنیم ها. خب بریم بچه‌ها. آقا من ندارم بانداژ بخرم. رابر میخوام بریم حاجی رابر جمع کنیم. واقعا وضعیت من رابر خرابه. خب من اینا رو بفروشم بانداژ بخرم. قرآن نشسته هفته یه بار بقیه رو روانشناسی میکنه. بابا ول کن باز دوباره گاهید. آقا دیالوگت کسشره. من دست دوستی رو به سمت دراز من میکنم. کیرم تو دست دوستی، فردا میخوام کونتو پاره کنم. حالا ببین کوروش، حالا الان ببین من چی کارت دارم؟ انگ روانشناسی رو یکی میزنی، حالا ببین من فردا چی کارت میکنم.
بشین دیگه بشین دیگه کوروش ببین بشین کوروش فقط من که لنگ همبازی آرک نیستم که هفته دیگه آروینم قراره بیاد ولی من کون تو رو سر این ماجرا روانشناسی یه جوری پاره میکنم دیگه راجع به هیچ آدمی خیلی به دل گرفتی تحلیل روانشناسی نکن منتظر یه فرصت بودی و الان فرصت گیرت اومد کوروش چیزی بگم من منتظر هیچ فرصتی نبودم هر وقت رفتم بازی به توی کسخل گفتم بیا الان یعنی چی میگی بذار من اصلا این خیلی موضوع پیش پا افتاده دیگه چرا انقدر جدی میگیری واقعا آخه خب حالا هاشم دوستمون ردی کنید بری آجی اوکی آقا ببخشید من دم خونه زنگ زد غذا آورده چی گرفتی غذا؟ بریم ردی کنیم من ردیم Thank you. I'm so hot, right? Thank you. Thank you. Yeah, give me. I'm so hot. I came from What's your name? Kira. Kira? Beautiful name. Thank you. I really love this name. Kira is best name I ever heard. Thank you. My name is Kosa. Oh, hi, Kosa. Hi Kira, how are you? Good and you? I'm good. What are you doing here, Kira? چرا رو آیپد بازی میکردید فیفا رو؟ آیپد! آیپد آیپد نبود تبلت بود داداش آجه این سایکوزان این دیوونه ها چرا؟ چوسی قهوه ساز چوسی اسم بابام اسم اینو گذاشته قهوه ساز چوسی اینجا میگوزم آها این صدا گوز نیست این صدا خنده سیناه که من قیافم اینجوری فیلم برداره اینجا خندیده صدا گوز نیست صدا گوز و خنده رو نمیفهم یه بار دیگه با دقت گوش کنید اینها قشنگ معلومه صدا از پشت دوربین داره میاد نگاه و قیافه من نکن کسی که بگوزه قیافش اینجوری میشه نگاه یه زور میزنه نگاه الان من دارم زور میزنم که بگوزم نگاه قیافه یه تغییری میکنه اینجا هیچ تغییری نکنه صدا خنده فیلم برداره نگاه صدا خنده که مثلا خلاصه‌شو بهتون میگم خلاصه‌شو بهمون بگو برگشته بود گفته بود که شخصاً به من خیلی بی احترامی میشه از نیما یاد بگیر از پوریا پوتک یاد بگیر به مخاطبش احترام میذاره و ویدیو رو سر ساعت آپلود میکنه حالا ویدیوهای من ساعت 10 میاد اون روز ساعت 11:30 اومد بله آقای علیرضا سوگنگ یعنی چی میگی ساعت 10 ویدیو میذارم 11:30 میذاری من کیرم تو این مسئولیت پذیریت تموم شد دیگه اگه تا الان میدیدم دیگه نمیبینم خداحافظ ببینی نور میزنه بغل چقدر خوشگل میشه حاجمتی دوست داری من بیام تو ماشینت بشینم یا پازوک تو بیا بشینش هم
یعنی من ماشینم بدم به پازوک؟ آره بده پازوک ماشین تو، من تو با هم بریم. جونم جواد. کنج لبات. نفس سلا. بیا بالا. بیا بالا، من لایوم. بیا بالا. آداش. زنگو بزن دیگه. میدونی که میخوایم بریم درگیر شیم باهاش. بابا این دوتا کسخلا هر دوشون دارن بازی میکنن، کم پچی شد. ببخشید رامین جون، ببخشید داداش. چشم میریم کمپ هم به مثلا اینی که الان بریم ویدیوش هم فردا اومده. آره سامو قراره ببریم امروز کم ساعت 4 دوتایی داریم میریم کم. آره چه حاجی باورتون میشه من دیوان اوارز امیرعزت که جمع بودن بچه‌ها و این کمپ و اینا که میرین دور هم و اینا، یعنی اونجا من دقیقاً اونجاها جاهاییه که پارسال سر دیوان اوارز گریم گرفته بود. اکیرم توش، من ایران نیستم. تا ایران بودی چیکار می‌کردی؟ می اومدیم میدیدیم دیگه هم دیگه رو دیگه. خیلی خوشم نمیاد من داداش تو رو ببینم. بکیرم. فقط تو هم کردم بقیه بچه‌ها بودن، یعنی دور هم جمع میشید خیلی باحاله. اینکه ایران دسترسی دارید به هم خیلی باحاله. نمیدونم مثلا من این میگن غم غربت، من بعد 10 سال غم غربت گرفتم. فقط هم در حد اینکه برم با بچه‌ها رستورانی جایی بشینم یه چیزی بخورم، در همین حد. سگ ملچ مولوچی. Let's go. We'll make it slow and sad. Pick four. Are you on a podcast? No, I'm a musician. Let's go, play it. Are you really? Yes. Okay. This is gonna sound crazy, but this guitar is actually really, you can just listen. Cook it. It sounds kind of buns, but we're gonna play. So G, E minor. We'll go with C, and a D. Okay, you ready? G, E minor, C. Yeah. Wait. What's your Spotify or your YouTube? I'll check it out. I'm gonna type it here for you later. All right. I need my phone. I'm nervous now. We got the Pro. Play this. Can I sing? Let me cook my guitar first. I have a question. Yeah, ask me. What is your biggest tip to get into music, bro? For you, for future, sing your own songs. No copy? No, you can cover. I see. I know some guys covering. I'm telling you. I mean, like, don't play for anyone. Just play for yourself and your voice, you know? But she's kind of bad. I want to sing a song for you. Alright, okay. Yeah, the lyric was about you, brother. Me? Have a good day. Thank you for your... تخم السگ. و اینم از آخر ویدیو اول کانال استریم ایرانی. امیدوارم که لذت برده باشید. سعی کردم که براتون از استریمرهای مطرح کشور ویدیو بذارم. استریمرهای دیگه هم هستن و این کار رو قرار انجام بدم. یه نکته که هستش، ما پارت اول رو بخش جاز چت و گیمینگ رو جدا کردیم. یعنی یک ویدیو جاز چت بهتون ارائه شده و یک ویدیو گیمینگ.
برای اینکه خب تایم طولانی تری داشتن و حدود 1 ساعت جاز چت بود، حدود درزم به حضورتون که 30 دقیقه گیمینگ بود، روی هم زیاد میشد. و از طرف یک سری از عزیزان دوست دارن خلاصه جاز چت ببینن، یک سری از عزیزان دوست دارن خلاصه گیمینگ رو ببینن. برای همین توی این بخش اول ویدیوها من اومدم براتون کاری که انجام دادم کردمش 2 پارت و یه گیمینگ داریم، یه دونم جاز چت داریم. حالا خیلی دوست دارم اینو بهم توی کامنت ها بگید که آیا ما همینطوری 2 بخشی بریم جلو یا نه گیمینگ هم همون سر جاز چت بذاریم توی یک ویدیو بهتون ارائه بدیم. ممنون میشم اگر این سوالو بهم جواب بدید و توی کامنت ها بهم بگید. دمتون گرم که تا اینجا ویدیو همراه بودید. ممنونم ازتون واقعا. فعلا تو ویدیو بعدی خدا نگهدار. بدرود.